سلام، تو هم میخوای جذاب صحبت بکنی؟ این 5 تکنیک رو رعایت کن. ممنون میشم از کانال ما حمایت بکنی و این 5 تکنیک رو همین امروز اجرا بکنی و تأثیرش رو ببینی. تکنیک اول، نگاه تو باید معنیدار باشه. هیچ وقت نگاه تو از بقیه ندوز. یعنی وارد یک جمع میشی، میخوای با کسی صحبت کنی، پایین رو نگاه نکن. نشون نده که تو ضعف داری. وقتی قدرتمند نگاه میکنی، وقتی نگاه معنیداری داشته باشی و مخصوصا به چشمها و پیشونی طرف نگاه میکنی، یه حس قدرت از خودت داری به بقیه منتقل میکنی. نکته دوم، زبان بدن تو خیلی تأثیر میذاره. شلوور وای نستا، شیک راه برو، سر و گردنت همیشه بالا باشه، زبان بدن دستهات باز باشه، بسته، جمع، شونه ها، گردن کج. این نشونه ضعف توه. و نکته سوم، نفس عمیق رو فراموش نکن. با صدای بلند صحبت کردن رو فراموش نکن. شما هر مکانی بری، اگر یک کوچولو تون صدات از اون جمع ببری بالا، همه به شما توجه میکنن، همه به شما نگاه میکنن. فرض کن رفتی بانک، همه دارن صدا میزنن آی فلانی کار ما مونده، کار ما مونده، ولی یه شخصی وارد میشه میگه سلام، مثلا آی فلانی، یه مقدار تون صداشو که میبره بالا، همه نگاه میکنن به اون شخص. این کیه؟ این چه آدمه با قدرتیه، با وقاریه که وارد این جمع شد؟ و نکته چهارم، برای اینکه فن بیان خوبی داشته باشی، سعی کن برای خودت یه چک لیستی داشته باشی از کلمات شیک، از کلمات مناسب. مثلا سر یک سفره‌ای رفتی، مهمانی، غذا رو خوردی، تموم شد، بدونی چی استفاده بکنی، بدونی چه کلمه‌ای بگی. وارد یک جمع شدی، خواستی خودتو معرفی کنی، بدونی چه کلماتی رو بگی. این چک لیست رو داشته باش. من برای خودم دارم. اگر وارد یک جمع شدم یه خانومی بود، چی بگم؟ اگر وارد جمع شدم خواستم یک متنی، یک جلسه، یک حرفی رو شروع بکنم، چی بگم؟ وقتی وارد یک مهمانی شدم خواستم تبریک بگم، چی بگم؟ وارد یک مجلسی که یک شخص فوت کرده و میخوام تسلیت عرض بکنم، چی بگم؟ و نکته پنجم، اون توی متنی که تو پایین هست کپشن برات نوشتم، بزن، بخونش و یه سری جملات شیک هم برات آماده کردم تو متن هست. حتما سابسکرایب کن و کانال ما رو داشته باش.